تازه انگارها، ایجاد نویسندگان نهانبین و ژرف پیما، اندیشه های کلیدی در درک معنی زندگی، هستی و راستی و آیین و عنعنه های اجدادی. تازه انگارها، ظهور آفریده های نوین و بهین ادیبان فلک سیر از رادیوی فرهنگ. شنوندگان عزیز، علاقمندان گفتارهای ادبی رادیوی فرهنگ، حالا از سلسله گفتار تازه انگارها از خوانی ایجادی نویسنده نامدار تاجیک بهمنیار از کتاب سرمده حکایه های دلپذیری را در قرائت نامزد علم‌های فیلولوژی عبدالجلیل امان به سمعتان میرسانیم. به مصاحب رو آورد رئیس گویا تا این دم نه پیش خود بلکه با او گفتگو کرده باشد. نگاه حیرت زده محاسب را دیده شاید خطای خود را پی برد که دست افشاند و جانب پیراهه فراز یلما براه افتاد که آنجا سرمدهیان گندم تیرماهی می درویدند. 90 تن گندم باید می سپاریدند. سرمدهیان به کالخاز هرچند از زمینهای للمی سرمدره در همه دور و زمان از 70 تن زیاد غلغان داشتن امکان نداشت. اما در دفترچه یادداشت رئیس پهلوی کلمه گندم رقم 100 در دایره سرخ خودنمایی میکرد. از دیگران خفا نمانیم، به سوی کمونیسم با قدم‌های استوار و دستاوردهای روس افزون پیش میرویم. بسته 7 اقلیم و 7 محیط و 7 گنبزی فلک را بجوید هم چون میرک و چون پیرک، 2 یارکی وفادارک، 2 همرازی به هم غم خارک، 2 لندهوری اسکار بیزارک پیدا نخواهید کرد. یک پایشان در بازار، یک پایشان در مزار میگفتند. مردم در حقشان هرچی زن و بچه هایشان وابسته به موسم از کارجو رواج و زیره و میوه جمع میکردن، این 2 به بازار میبردن میفروختن. نقدینه را 3 قسم میکردن، یکی برای خور و پوش زن و بچه ها، یکی برای معیشت امروز و فردای خود و یکی برای روزی مبادا. بعد یک توشه باغ کالخاز را اجاره می گرفتند و روز 2-3 شیشه وینای پامیر را به قول خودشان تا قطره آخرین می مکیدند. چون حصه امروز و فردا را می مکیدند، چنگ به حصه روزی مبادا می زدند. چون آن را نیز صرف می کردند، نمدپاره خود را می برداشتند و گوشه بام کهدان را اجاره می گرفتند. همین که پیرک و میرک روی بام کهدان پیدا می شدند، مردم می فهمیدند که این 2 را جیب‌دهی گشته است. امروز نیز روی نمدپاره نشسته بودند، گوش به خورصدا و امید به ثوابجوی خدا داشتند که شاید از غیبت پیام یا از درمانده این عام برسد. اما روز نیم میگشت و پیام و این عام نمی رسید. بچه ها رو گرد خود جمع کرده بودند، چون منکر و نکیر آنها را باز پرسی می کردند. از همان نایابترین چیز در دنیا می پرسید. پیرک کلوش می گفت یکی، وفا می گفت دیگره، حقیقت می گفت سیوم. چرا؟ تعجب می کرد پیرک. مادرم می گوید که تخم عنقا را پیدا کردن ممکن و کلوش را نه، می گوید اولی. بابایم می گوید که دنیا همه چیز دارد و وفا ندارد، می گوید دوم. بابای سنگین می گوید که در این مملکت حقیقت نبود، نیست و نخواهد شد، می گوید سوم. پیرک قناعتمند سر می جنباند و میرک سؤال می دهد. اعظم ارزان ترین چیز چیست در دنیا؟ آدم می گوید یکی، نمیدانم می گوید دیگره، مصلحت. قطعی می گوید سوم. چرا؟ در شگفت می ماند میرک. بیبیم می گوید که هرچی شمارش زیاد گردد قیمتش نماند. از آدم زیادتر چیز حالا نیست، می گوید اولی. در کتاب نوشتن که مصلحت ارزان ترین مال دنیاست، هر کی را بپرسی می دهد، می گوید سوم. پیرک و میرک به وجد می آیند. علم آموختن خوبتر است یا هنر؟ پول غنداشتن. به علم و هنر پول نیاید به دست. های به کی می گویی؟ مدیر فرما نه علم دارد نه هنر، لیک پول دارد. بارک الله می گوید میرک و پیرک
به یک آواز و قناعتمند به پشت پسرک تپ تپ میزنند و به او بهای 5 میگذارند و آینده درخشان و دمی دهند. اندازچه عادی بود پروانه شاپور قبل از رئیسی. میگویند که چون به اسب کرنگ سوار وارد ده میگشت مردم را وهم میگرفت. چه میگویی که مرغ نداری که تخم بزاید؟ هیچ قصه نیست، خودت تخم میزایی و به دولت میسپاری، بسته. گاو نداری که شیر بسپاری؟ زنی شش پیستانت را دختری نار پیستانت را میدوشی و میسپاری، بسته. میگویند که مردم از دسته یگان اندازچی این قدر بداد نامده بودند مگر از ظلمی پروانه شاپور. اگر دولت شاخی مار و شیری مرغ را انداز میانداخت، جمع میکرد و میداد گرسخته. سگی بویگیر را به یک نول میزد، بسته. اگر تگی زمین هم پنهان کنی پیدا میکرد. میگویند که زنی از تنگ دستی دارایی 1 ساله اش 2 شکمبه مسکه را درون گهواره پنهان کرده است. از دروازه وارد شدنی اندازچین را دیده بغل گهواره نشسته است و به علگویی طفلش پرداخته است. کو روغن؟ پرسیده است پروانه. گاوها قصیر ماندن علیا، پاسخ داده است زن. خودت قصیر نماندی؟ سیاست کرده است پروانه. گاوها قصیر ماننده؟ من چی دانم علیا، گفته است زن. تو ندانی کی میداند؟ علقده شده است پروانه. دادای بچه ها میدانند علیا، جواب داده است زن. دادای بچه ها بلا را میداند، غضبش گرفته است اندازچین را. دادای بچه ها وقتی بقه های زنش را میداند و از گاوهارت چرا نمیداند؟ چون چی میدانم ای علیا، زار نالیده است زن. پروانه در دل از این زنی بی عقل چی میگیری؟ گویان دست افشانده است و خود به جستجوی روغن پرداخته است. خود که دهزاده بود خوب میدانست که مردم چیزهای روزی مبادایشان را در کجاها پنهان میکنند، اما از هیچ جا چمچه روغن نیافت. رفشنی شده است لیک از نزد دروازه برگشته است. از حد زیاد گهواره جنباندن زنک، مدت جستجو، آرام نشستن او به نظرش شبهناک تافته است. گرسخته را می آید و زنک را به سوی تیله می دهد و غرنگی گهواره را می بردارد که به جای کودک دهانی پرمسکی شکم به لب گیز کرده است. اندازچی سابق رئیسی وقتی کالخازی سرمدره پروانه شاپور ملقب به رئیسی بسته در تپه سومیگنج ساحلی راستی کفگرود خوکخانه می ساخت. اندک مندک نه، برای 200 سر خوکخانه می ساخت که باید مردمی سرمده را به شاهراه کمونیسم برارد. چون این ساختمانی پرهنگامه را از زمان آتشکده سازی بخاریزاده گبر تا بدین ایام تاریخ این در یاد نداشت. غیر از بیماران زمینگیر دیگر همه پیر و جوان خرد و کلان را سفربر کرده بود. هر کسی از این معرکه برکنار میماند و از کمونیسم برکنار میماند. ما ته کرسی خوکخانه را نه، ته کرسی کمونیسم را میگذاریم. اگر رسوای عالم شدن نخواهید به حشر برآید. چشم روز نکفیده بانگ رئیس بلند میگشت. از خروسای هوشیار خوابیده پیش دستی میکرد پروانه شاپور. در این ایام مدیر دبیرستان ده معلم آذر به رئیس خیره شد که به مردم کتابخانه، چایخانه، نانوا، حمام میباید، نه خوکخانه. معرفت مردم را میباید بلند برداشت. معرفت ما را با کمونیسم میرساند، نه خوکخانه. آها، گفت رئیس کالخاز، پلیتیچسکی گلیزروکوست پریبشچیک در تگی بینی امان گشته است. مردم را از شاهراه کمونیسم بیراه می کند، به لایابه کامفورت و میشنست و میکشد. خوب، تو با شکمی خالی درس داده میتوانی؟ نه؟ آها، طلبگان با شکمی خالی به درس تو صرفا میروند؟ نه. آها، شکمی خالی ما را به گلستان میبره، شکمی پر به کمونیسم. تکشتا پارتیا و حکومت از من و تو خوبتر میداند که به خلق کتابخانه ضرور است یا خوکخانه. بسته. شاید اقوا و دسیسه همین پریبرشیک های آذرمانند بود که تا حال یگان نفر از اهلیده خوکبانی را به گردن نمی گرفت. اما پروانه شاپور به این مردم دایره تفکرشان تنگ و در قید
جهالت و خرافات مانده چه کردنش را میدانست. سیاست خردمندانه پرتی جان و جان انا چیست مرامی پیشروی ما. در تمامی زمین های کشت جواری میکاریم، در تمامی تپه های حیران مانده خوکخانه میسازیم. در 10 سال از امپریالیسم خونخوار امریکا میگذریم. خوکبانی کردن نمیخواهد؟ خوش، این زمینه که کارتوش که میکاری و شکم خود و بچه هایت رو سیر میکنی از آن کیست؟ دولت. آها، پس چرا زمینی دولت را استفاده میبری و حکمی دولت را بانی کردن نمیخواهی؟ یا زمین یا خوک، پلیتیکای دولت حالا چنین است، فهما؟ انا بعد این گپا خوکبانی نکند و خندش خورد. زنده باد سیاستی عاقلانه و غمخواری پدرانه پرتی جانا جانی ما. بسته. این روزی سیوم بود که پیرک و میره قطره آب زمزم به دهان نبرده بودند. برای رفع خمار چند ره پخال دود داده بودند، اما کیف نبرداشتند که قناعتمند نبودند. قریبی بگاه ناگاه پسر بچه در رسید و خبر آورد که رئیس آجیل هر دو را نزد خود میخواند. اگر رئیس میخواند پس کار دارد، چون میرک و پیرک را میخواند پس مهمان دارد. اگر مهمان دارد پس شراب و کباب دارد که یا سرقوتش میماند یا چاشنی نصیبشان میگردد. شراب و کباب را کسی بهتر از پیرک و میرک آماده نمی ساخت. این در هر دو صورت از پخالی بدبو را دود دادن و در خیال پرنده های هوا را کباب کرده خوردن و آب کفگرود را شراب پنداشته نوشیدن بهتر است. پروانه شاپور از اون خامکارهای نبود که یک کار جدی و پرمسئولیت را به دو تن ناجدی و بی‌مسئولیت سپارد. حالا هر لطیفه و بزله‌ای که میکنند از زمان رئیسی و اندازچینی او میکنند. در وقتش از صلابت و سیاستی او گرگ را در کوهسار و بلبل را در گلزار زهره می‌درید. هیبت خودش چی؟ تنها از دیدن اداره خالیش مردم را وهم می‌گرفت. رسمی عظیمی لنین را پشت سر زده بود و صورت رفیق خروشوف را پهلوی در تا یکی پشت بانش باشد و دیگر رهنمایش. روی میز کاریش 7 قطی تلفن بود که یکی مستقیم به کرمل پیوست بود و گاه و ناگاه خودی سری بزرگ زنگ زده از صحتی رئیس و کار و باری کالخاز جویا میشد. بعدتر مردم فهمیدند که از اون 6-7 تلفن تنها یکی تا مرکزی ناحیه پیوست بود است و بس. همان هم سال یک ره دو ره اگر زنگ زند دیگر ابدی خاموش بود. اما آن وقت هر که حاجت داشت کوشش میکرد خود حاجت برار خود باشد. سری رئیس را که با بزرگترین مردان مملکت مهمترین مسئله ها را حل و فصل میکند با حاجت ناچیز خود گره نکند. این بعد مردم فهمیدند که رئیس از تریزه آمدن حاجتمند را میبیند و گوشی تلفن نزدیکترین را میبردارد. با یوفای بزرگ بحث میکند. رفیق فلانی یوف، ما که وعده دادیم حتما اجرا میکنیم. در اوچسکه خود از روی تمام نشاندادها از یک شتات امریکا پیش میگذاریم. به این شما باید هیچ شک نآورید. بسته. آن روز نیز از مرکز ناحیه هی زور زدن که به اداره کالخازی سرمدره با تلفن تماس بگیرن. جور نیفتاد. نفر را با وازیک راهی کردند تا به پروانه خبر رساند که پگاه از پایتخت کمیسیه می آید. آماده باشد چی معنا داشت؟ رئیس خوب می دانست. از بس که برای شکارچی به کوه فرستادن دیر شده بود، یکی را فرمود که خانه به خانه بگردد و کباب‌های دست آموز گرد آرد. در ده خانه نبود که کبکه نباشد. دیگری را به چراگاه فرستاد تا چکه و مسکه و یک گوسفند شیشک آرد. بعد پسی میز نشسته عرقی از فرماندهی در جبینش جوشیده را پاک کردنی و یک آهی سبک کشیدنی بود که چشمش از تریزه بیرون به هیکل داهی افتاد و از جا جست. هیکلی برقلی داهی زیر چنگ و سرگین پرنده ها مانده بود. کدام پرنده؟ مگرم زاغ چنان براحت بالای سری داهی نشسته بود که بینی و چشم و دهان را آلوده بود. خیریت که وقت دیدم، شادی کرد رئیس، وگرنه پگاه آچه زارم را نشان میدادن.
و سراسیمه از اداره بیرون آمد، گرد و اطراف را نگریست، کسی را ندید مگرم روی بامی کاهدانی پیرک و میره را دید که بعدی پخال را دود دادن پینکی میزدند و در خیال خود مرغ‌های هوا را کباب و آب کفرود را شراب می ساختند. چنین یک کاری پرمسئولیت تنظیفی هیکلی داهی را به دو آدمی به مسئولیت سپاریدند. کاری خطا بود، اما رئیس دیگر علاج نداشت. روز به پایان می رسید و هم غیر از این دو تن کسی در گرد و اطراف نمی نمود. پسرکی را پیش خوانده پی آن دو نفر فرستاد. آن دو گویا نگران اشاره بودند که فیلواور در رسیدند. رئیس عادت و خوی آنها را که میدانست کلید از جیب برآورد. جوان را کشاد، یک شیشه برآورد. چون برق زدنی چشمان پیرک و میرک را دید با تهدید گفت فقط بعد از تنظیف می نوشید. رئیس در اداره را قفل کرد و خانه‌اش رفت. پیرک و میرک با شیشه عرق نزد هیکل تنها ماندند. دست اول با جوش و خروش به کار چسبیدنی بودند، اما چون این سو و آن سو را جستند غیر از جاروبی کلک و بیل شلک چیزی نیافتند. رغبتشان گشت. همین گونه شخصی بزرگ را می شود که با چنین دو چیزک تازه بکنی. گپ آغازید پیرک. اگر من به جای این هیکل می بودم از قهر و غضب گریخته به مکان آبادی می رفتم. راضی شد میرک. مگر برویم و از خانه لطه و صابون بیاریم؟ ناخوش گفت پیرک. از رفتن باکی نیست مگر غرور زنها زبان خواهید میرک. زن سوهان عمر مثل زد پیرک. الها در جهان یک زن نماند، اگر ماند از آنی من نماند. زمزمه کرد میرک. هرچی هست نیست سر میکنیم. عیان بود که رغبتی کار کردن ندارد پیرک. قربان میگویم که 2-3 جرعه به منفیت کار خواهد بود. تصدق بابا جان. از دهان شیشه قلقل نوشیدن و لب رو ترشیدند. گمان می رود که می اختراع خداوند است و عرق اختراع اهریمن گفت پیرک. درون سوزیش را در نظر داری، شیطانیش را. قربان همین که داخل شد از پس خود چیز طلب می کند. میرک اطراف را نگریست و در شاخ درخت 2 دانه سیبی از نظرها پنهان مانده را دید و با یک چالاکی که از چنین لندهور گمان بود ظاهر شود و درخت برآمد. سیب‌ها را چنگ زد، پایین شد، با بری دامنش پاک کرد، یکی را به پیرک داد. شیشه را تهی کردند و تصمیم گرفتند که اکنون به کار آغازند. همه می شود. چون میرک چالاکی خود را نموده بود و تازه کردن سریداهی آغازید و پیرک تنظیف پایی هیکل را به عهده گرفت. پیرک نو به جاروب زدن پایی هیکل شروع کرده بود که از بالا فیقان میرک برآمد. پیرک گمان کرد که رفیقش موازنت را گم نمود و سرنشیب شد. سر برداشت، میرک را روی دستی جنابی کمونیسم دراز کرده داهی استوار نشسته دید، ولی رنگ پریده. چی شد؟ میرک کبیده بروی داهی اشاره کرد. رنگ روی پیرک هم کند. داهی بینی نداشت. میرک لندهور با بیل کنده یا شکسته بود. لحظه هر دو خاموش بودند. هر دو را یک فکر در سر چرخ میزد که نهایت آن را پیرک گفت. اگر پروانه رحمان را بخورد و نکشد، به سیبیر بدرقه کند، خدا را شکر باید گفت. از کیفیت عرق اثری نماند. هر دو بوزی تگی جاله مانده را میماندند. بینی بروی پایه افتاده چنان پاره پاره شده بود که آن را هیچ علاجی به جایش چسباندن نبود. هر دو را غم گرفت. چون غم گرفت که پیرک راضی بود تفنگ شکاری هیچ نصیبش نگردد. میرک راضی بود دوشیزه های نارپیستان شهر را تا دمی گر نبیند، به شرطی که از این بلا برهند. بناگاه میرک به خاطر آورد در کالخازی همسایه نیز همقد این هیکلی هست. چی می شود بینی آن را بکنند و بیارند و به این چسبانند. پیرک ایراد گرفت که بینی را کندن و چسباندن کاری سهل نیست. بهترش سر را اره کنند و ایواز. وهمی سیبیر شیره کرد و تاریکی هوا مددگارشان شد. سرها را ایواز کردند و چنان به شیرش چسباندند که یگان جاندار پی نمی برد که چی در بهی دارد. پیرک و میرک از کاری خود هیچگاه چنین قناعتمند نبودند که حالا بودند. پروانه شاپور نیز از کارشان قناعتمند گشت، مگر که صبح برایشان یک شیشه عرق فرستاد. این را خوردند تا رفتن کمیسیا از خانه هاشان بیرون نآیند بسته. کمیسی قریب نیست روزی آمد. خودی سرور ناحیه راهنماییشان بود. بین اعضای کمیسیا یک عینکی مدیر کدام یک شعبه کمیته مرکزی بود که به همه چیز ایراد می گرفت. چرا خوکخانه را در تپه می سازد؟
خرج و زحمت زیادتی را برای آب و خوراکشان. اگر رئیس از عهده یک خوکبان یافتن نبراید، پس او از عهده چی میبراید؟ در تمام ده یک شیار نیست، گویا بدیه شوروی نه، بدیه افغانی آمده باشد و غیره و هاکذا. بعد کمیسی در اداره گرد میزی رئیس نشسته، مجلسه که آراست. راننده رئیس که با چاینکی چای در آمده بود پی برد که از روی میز رئیس 6 تلفن غیب زده است. تخمین کرد که برای نوشتن و چای خوردن میدان فراخ ساختند. پس از مصلحت و محاکمه هم بیرون آمدند تا به باغ کالخاز روند، کوفتی راه را برآرند و هم رئیس را خفه نسازند و نان و نمکش را بچشند. از نزد هیکل همه گذشتند، نگاهی همه به آن نکردند، مگر باز همان عینکی که گشته و برگشته نگاه کرد و از گروه قفا ماند. رئیس پس دوید تا بفهمد به این عینکی خدازده باز چه خوش نامده است. عجیب، گفت عینکی. چی عجیب؟ حیران بود پروانه شاپور. هیکلی عجیب. تون، گفت عینکی. هم در سرش کیپکه دارد هم در دستش. عجیب. پیش خود گفت پروانه شاپور 10 سال روز 10 بار از نزد این هیکل گذشتم و باری هم پی نبردم که داهی یک کیپکه در سر دارد و یک کیپکه در دست. چقدر مشاهده کار است این عینکی که با یک دیدن پی برد. مخصوص پاری شده است معلم. فکری پروانه شاپور در هم بر هم شد. عجیب، گفت عینکی و از پس گروه براه افتاد. عجیب، چون توتی تکرار کرد پروانه شاپور. 10 سال روز 10 بار از نزد این هیکل گذری و باری هم 2 کیپکه داشتنی آن را پی نبری. یا پیر شده یا هوشیاری حزبی را گم کرده پروانه شاپور بسته. شنونده های عزیز، یادرس می شویم که شما حکایات را از کتاب سرمدیح نویسنده بهمنیار از سلسله گفتار تازه انگارها در قرائت نامزد علم های فیلولوژی عبدالجلیل امان از موج رادیوی فرهنگ شنیدید. کارگردان موجی گل یوسفова. پایان گفتار 39. شاد و موفق باشید.